سلام و وقت بخیر به همه کسایی که بیننده ویدیویم هستن. بنده وینوس درانی هستم از افغانستان ولی فعلا ساکن پاکستان می باشم. میخوایم کلام خود با شعر زیبایی از مولانای بزرگ آغاز کنم که چنین میگه: ای عاشقان پیمانه را گم کرده هم، در کنج ویرانه مانده هم، خمخانه را گم کرده هم در پی بالاییانم، من اسیر خاکیانم، در پی خانه هم، خانه را گم کرده هم. آهم چو بر افلاک شد، اشکم روان بر خاک شد، آخر از اینجا نیستم، کاشانه هم را گم کرده هم. وقتی نتوانیم تاریخ خود را تغییر بدهیم، مجبور میشیم جغرافیای خود را تغییر بدهیم و این یعنی رفتن، یعنی مهاجرت. اما رفتن برای کسی است که یک روز آمده باشد، نه برای کسی که در اینجا ریشه دارد. اما انسان گاهی مجبورتر از این مسائل است. مهاجرت کنیم کجا برویم وقتی با تمام اتفاقاتی که در کشورم میافتد متأثر، غمگین و یا شاد میشوم؟ هر کجا بروم افغانستان وطنم است، پدرم آنجاست، خانواده‌ام آنجاست، دوستایم آنجاست، تمام طفولیت و خاطراتم آنجاست و با دور شدن از وطن یعنی دور شدن بخشی از خودم. و در نهایت مهاجرت تصمیمی است را با دلتنگی و آرامش. و در پایان سپاس و قدردان تمام کسایی هستم به خاطر دادن این فرصت و اعتماد برای بنده و امثالم. موفق و کامگار باشید.